سلام بچه‌ها، وقتتون بخیر. امروز اومدیم تو صنف طلا فروشای بازار قائم میدون تجریش خدمت آقا امین. میخوام یه سری مطالب بگیم راجع به صنف طلا فروشی و حالا کسب و کارشون شما رو آشنا کنیم. آقا امین سلام علیکم کنید شما. سلام عرض می‌کنم، وقتتون بخیر، در خدمتتون هستم. اولین سوالی که میخوام داشته باشم ازتون این که اصلا چی شد اومدید سمت طلا؟ حالا شما طلاساز بودید، شغل پدریتون بوده، آشنایی کسی معرفی کرده، اصلا چی شد به این شغل علاقه‌مند شدید؟ والا من اصلا شغل پدریم نبود، چون شغل رشته من تراشکاری بود. پدرم تو رشته تراشکاری فعالیت داشتن، ولی چون من زیورآلات رو خیلی دوست داشتم، کارهای ظریف‌کاری رو خیلی دوست داشتم، اومدم تو این سر. خب بعد چند سال الان؟ من حدودا 30 سال تو این سن. 30 سال تو این صنفی. بله. خب کار شما فصلیه، چجوریه؟ نسبت به چی مردم میان مثلا طلا میخرن یا طلا میفروشن؟ نسبت به بالا رفتن و پایین اومدن قیمت دلار، نسبت به فصل خاصیه مثلا، یا نمیدونم جشنی باشه، عروسی باشه، چجوریه؟ خب ببینید قبلا اینجوری بود، چون بابت اعیاد مختلف و فصلهای مختلف مردم می اومدن طلا می خریدن، می فروختن، ولی الان در حال حاضر به خاطر نوساناتی که در طلا ایجاد شده معمولا مردم برای سرمایه گذاری میان طلا خریداری میکنن که ارزش پولشون حفظ شه. خب یه سوالی که خیلی از بچه‌ها پرسیدن، حباب یعنی چی؟ میگن مثلا حباب داره. حباب ببینین الان یا مثلا یه چیزی اومده که میگن نمیدونم این عدد رو اگه تقسیم کنی نزدیک به 11 باشه باید بری سکه بخری، اگه نزدیک به 9 باشه باید بری طلای آب شده بخری. ببینید اینجوری نیستش. الان سکه خب معمولا سکه حباب داره. حباب یعنی چی؟ یعنی اون فاصله قیمت اصلی با قیمت فعلی، اونو میگن حباب. ولی در حال حاضر مردم دنبال طلاهای بدون اجرت هستن، به خاطر اینکه بهترین گزینه برای سرمایه گذاری طلاهای بدون اجرته، چون که میتونن براشون هم میتونن استفاده کنن، هم میتونن که روش سرمایه گذاری کنن برای خرید فروش. حالا اگه یکی بخواد بیاد توی این شغل، سرمایه اولی حداقل سرمایه‌ای که بخواد داشته باشه چقدره و اینکه شما پیشنهاد میدید اصلا کسی بیاد نسبت به تجربه خودتون؟ حالا شاید خیلی از بیرون ببینم بگن حتما کار لوکسیه، کار تمیزیه طلا فروشی. من خودم تایید نمی‌کنم برای کسی که بخواد تو این صنف بیاد. چرا؟ چون ما خودمون اومدیم پشیمون شدیم از این کار. ولی اگه کسی قرار باشه بیاد، حداقل باید یه رقمی رو برای خودش داشته باشه که حالا بستگی داره که یکی میخواد مثلا خونه داره میخواد سرمایه‌گذاری در خانه بکنه، یکی از میخواد بیاد مغازه باز کنه تو صنف ما بیاد سرمایه‌گذاری کنه، اون بحثش با بحث خونه دار فرق میکنه. ولی اگه قرار باشه کسی بیاد تو این صنف، خاموش شد نه میگیره. آره. اگه قرار باشه کسی بیاد تو این صنف به نظر من باید مثلا یه رقم مایه 4-5 میلیارد داشته باشه که حداقل بتونه 1 کیلو طلا داشته باشه، بتونه تو این صنف. بعد تا حالا جسارتاً تا حالا از شما دزدی هم شده؟ بله، من کیفمو زدن 300 گرم طلامو بردم. یعنی آشنا بوده احتمالاً میشناسه؟ نه تو خیابون زدم. نه توی مغازه منظورم. تو مغازه تا حالا مغازه‌ام پیش اومده مثلا خب حالا مثلا یه آویزی بلند کردن گردن آره من دیدم مثلا چند تا خانم با هم میان و مثلا شما رو سرگرم میکنن. اونجوری شده براتون تا حالا؟ بله 100% هستش. خیلی زیاده ولی خب باید خیلی حواس جمع باشه. خیلی حواستون جمع باشه. خب سوال بعدی که میخوام بگم بهتون، به این اعتقاد دارید که لوکیشنتون هم مهمه یا نه؟ مثلا به این اعتقاد دارید که توی صنفی که هستید مثلا بورس این کار مثلا کریم خانه، به این اعتقاد دارید که تو اون صنف باشید، تو اون لوکیشن باشید مهمه کارتون، یا کار خوبه که مشتری میاره؟ لوکیشن منظورتون آدرسه؟ آدرس مغازه‌تون سر خیابون باشه، برای پاساژ باشه. آدرس اصلا مهم نیست، همش مهم برخورد شما با مشتریه. برخورد مهمه. برخوردی که مشتری میاره خیلی مهمه. رفتارتون، کردارتون، برخوردتون خیلی مهمه. خب بعد شما گفتید تو این صنف دیگه نمی اومدم، چرا؟ یعنی اون من مثلا تو ذهنتون این بود که یه رشد مالی خفنی داشته باشید، اون نتیجه رو نگرفتید یا از شغلش خوشتون نیامد؟ من از شغلش خیلی خوشم میاد، هنوزم خیلی دوست دارم، ولی بازدهیش برای من خیلی کم بود.
نسبت به اون تصور اولیه که داشتی بله. کمتر مثلا بله. بازدهی براتون داشت. بله. بعد اگه یکی بخواد بیاد توی این شغل، بهتره بره سمت فروش یا بهتره بره سمت جواهرسازی یا حالا طراحیشه، حالا تراشکاریشه؟ الان در حال حاضر فروش بهتره. بله. بعد اون که بخواد بره سمت فروش، اونم نیاز هست کلاسای چیزی هست آموزش ببینه یا کلاس. باید بره مثلا دم مغازه جایی وایسه؟ الان در حال حاضر ما چون خودمون تئوری یاد گرفتیم در جاهای مختلف، اون زمان کلاس ها نبود، استاد و شاگردی بود. بله. ولی الان در حال حاضر کلاس های مختلفی هست، خیلی هم خوبه، میتونن هم مدرک بگیرن هم میتونن در کلاس ها شرکت کنن. اون بهتره تا بیان دم مغازه وایسن. اول پیش زمینه اونو داشته باشن. پیش زمینه رو داشته باشن. خب یه مقدارم حالا از گالری خودتون بگین که شما بیشتر چی میفروشید که من آدرستون رو بذارم اگه کسی خواست ما بیشتر کارمون سکه است و سکه‌های یادبود و طلای آب شده و طلاهای کم اجرت. طلای کم اجرت، سکه یادبود و سکه‌های امامی، حالا هر جور. چرا سکه؟ چون سنتمون اصلا جوازمون سکه است. آها، جوازتون سکه. اوکی، من پیجتونم میذارم. مرسی که وقت گذاشتید. لطف کردین. از خداوند براتون روزی فراوون میخوام. سپاسگزارم. بچه‌ها خدا نگهدار. این موضوع رو بهتون بگم که من میرم با شغلای مختلف صحبت میکنم، مصاحبه میکنم. حالا شما میخواید برید مثلا توی یه شغلی، از بیرون فکر میکنید علاقتون اونه قبل از اینکه وارد این شغل بشید. من وقتی میرم با صاحبین این مشاغل صحبت میکنم، شما میای ویدیوها رو میبینید که از تجربیاتشون استفاده کنید، از چالش‌های اون شغل، نمیدونم از میزان درآمدش، از خوبیاش، از بدیاش، یه چیز خلاصه مختصر مفید. بعد من قبلا یه چنل دیگه داشتم، حالا متاسفانه ویدیوهای کوتاه زیاد میذاشتم، چند تا از ویدیوهام حق کپی رایت گرفت، یعنی ویدیوهام روی موزیکاش اشتباه کرده بودم چند بار، چنلم پرید. بعد دنبال کنید، مطلبی اگه هست تو کامنت ها بنویسید، خوشحال میشم. ساب کنید. اگر میخواید برم سراغ یه شغل خاصی، یه شغل یا حرفه رو دوست داری باهاش بیشتر آشناشی، حتما توی کامنت ها بنویسید. بعد این چیزی که من میگم مثال، شاید من دلیل بر این نیست که اون شغل بد باشه، یعنی باور کنید اصلا اینجوری نیست که حساب شده باشه من میخوام برم مثلا میخوام برم آرایشگاه، برم آرایشگاه فلانی، یا اگه میخوام برم فست فود برم فست فود فلانی. هر چیزی که پیش بیاد من میرم با چند نفر صحبت میکنم، اونایی که اجازه بدن یا دوست داشته باشن تو ویدیو باشن، باشون فیلم میگیریم، باشون ویدیو میسازیم. حالا شاید اون فرد توی اون کار موفق باشه، شاید هم موفق نباشه، ولی خب شما وقتی هم نگاه میکنید اون فردی هم که حتی موفق نیست، یه سری از صحبت‌ها شما میفهمید، متوجه میشید که چرا اون فرد موفق نیست توی این شغل. چنل ما حتما ساب کنید، نظراتتونم بنویسید. اگه دوست داری یه حرفه یا یه فن، یه شغل یاد بگیری، آموزش ببینی، یا بخوای بری توی اون کسب درآمد کنی، بشه حرفه آیندت، حتما تو کامنت ها بنویس، راجع به اون شغلم ویدیو بسازم. بعد بچه‌ها شغل اصلی منم طراحی و تتو. خب تایمای آزادم معمولا صبحا تایم ما یه جوریه که بعد از ظهر من تایم میدم، بیشتر هنرجو دارم یا تتو میزنم، صبحم تایمم آزاده. گفتم چه بهتره یه چنل یوتیوبم بزنم. این کاریه که یعنی جلوی دوربین رفتنم واقعا حس خوبی به من میده. مرسی که هستید، دمتون گرم. این کانالم به دوستاتون معرفی کنید. فعلا